با خیلی امکانات کم تونستم با این پیکنیک کوچولو یه غذای لذیذ و خوشمزه رو درست کنم. این غذای لذیذ و خوشمزه رو درست کنم خدمت دوستان عرض کنم که بذارم بالا. خب اینو برمیده به به. جای شما خالی عزیزان. این خیلی لذیذ بین خوشمزگی با درست کنین بخورین در همراه خانواده لذت ببرین. وقتی دارین پختش میکنین از خودش روغن تولید میکنه. به روغنش هم میتونین استفاده کنین 100 برابر از این روغن نباتی هایی که میخورین و از این روغن هایی که مثلا 5 کیلو رو بهتون میده 300,000 تومن که معلوم نیست و چیه. روغن نباتی که نیست که میگن روغن گیاهیه او سم معلوم نیست و نفت و روغن بنزینه. روغن مایه رو بهت میده 1 کیلو آفتابگردون رو میخرید 150 تومن اما آفتابگردون رو اشغالش. بعد 5 کیلو روغن آفتابگردون رو بهت میده 300 تومن. حالا با خودشون چی فکر میکنن این مردم رو ما نمیتونم. ولی اگه ده تمر داره همین مرغه که دیگه شما خیلی چندشت میگیره طرفش نگاه کنین اصلا نخورین بگیرین روغن چه با کنین بریزین توی قوطیه تا بخورین هم روغن چه بخورین خود چه نخوردنید نه. ولی از اون روغن نباتی بهتره. ما که تازه دکتر هم نیستم سرشته از هیچی ندارم از ضرر و زیانش ما که پیشنهاد نمیکنم